اکنون آخرین درس درباره لوگاریتم سیستم مدل لوگاریتمی چه کار میکنیم؟ خیلی ساده است. از شکل لوگاریتمی به شکل درجه میگردونیم. اینا بوده میتونن سیستم های مدل خطی یا اینکه کواردراتی یا اینکه راسیونالی به مدل وابسته است. لیکن بسیار وقت از یک شکل به شکل دیگر میگردونیم. یعنی شکل لوگاریتم رو ما اگر ما شکل لوگاریتم داشته باشیم کدام شکل بود؟ لوگاریتم در اساس x برابر y باشد به شکل درجه چه میگردونیم؟ a درجه y برابر x. همین چیز رو استفاده میبریم. و بیاین یک مدل رو وصل کنیم. چی میشود؟ سیستم مدلی ما x جمع y برابر است به 1/9 در درجه -2 و دویمش x minus y برابر است به 5 کوادرات. همین است. اکنون ببینید سیستم مدلی لوگاریتمی به سیستم مدلی خطی تبدیل یافت. اکنون رو کار میکنیم. چی میشه؟ بیایم با ساده تر نویسیم. x جمع y برابر است به 1/2 این میشود 81 x minus y 25 و این رو ما میدونیم چه کار کردم. اصلا روی آسان برای من اگر این مدل رو جمع کنیم چی میشود؟ گریک ها یک دیگه اختصار میکنند و این میشود 2x برابر است به 106 و x برابر میشود به 53. اگر x 53 باشد y ما یافته میتونیم یکی از مدل رو مونده y میشود به چه میشود؟ 28 وقتی جمع کنیم 81 است. سنجش گذرانده میتونیم. سنجش اگر گذرانیم یعنی وقتی جای x و y مونیم درست میشود یا نه. یعنی لوگاریتمی 1/9 x جمع y ما میدونیم که 81 است و از اینجا معلوم میشود که این به چی برابر است؟ به -2. یعنی دبر اومدیم در دویمش هم مونده میتونیم با همون جواب میشد چون که طرح اینو به چی برابر میشد؟ به 25. با احتمال دیگر دبرایم یا در اینجا اکتش لوگاریتمی دیگر از مدل نشان دهندگی چیکار میکنیم؟ به شکل خطی اگر گردانیم ما میدونیم که 81 رو چه نوشته میتونیم؟ 3 در درجه 4. اگر اساس های اخیره باشن درجه هم باید یک اخیره باشد و این میشود 2 درجه ریشه x مینوس ریشه y برابر است به 4 و دویمش ما یک رو چه نوشته میتونیم؟ اساس ها در همه جا 10 هست لوگاریتم 10 نوشته میتونه و بینشون جمع شد لوگاریتم یک جای کرده میتونه. یعنی چی میشود؟ ریشه x y برابر است به c و مدل این نشان دهندگی و لوگاریتمی به این شکل ساده تر تبدیل یافت و اینو برای کار کردن چیکار میکنیم؟ ممکن با ریشه بسیاری کس دشواری کشد. بیاین با شکلش روی وصل کنیم ممکن مدل ساده تر نماید. مثلا جای ریشه x بگذار a باشد و ریشه y برابر b باشد. چون که بسیاری وقت طلبا هم ریشه ها رو وقتی که میبینن میترسن ترسیدن نیست. یعنی فکر میکنم مشکل است کارکنش این تر است و اینو اگر گردونیم چی میشه مدل؟ نیو کنیم 2a مینوس b برابر است با 4 و اینجا ریشه x y در اصل ریشه x ضرب ریشه a b a ضرب b برابر است با c. نکنیم کنیم چه مدل ساده تر شد و این رو برای کار کردن چیکار میکنیم؟ بگذار یک کمش رو عوض کنیم b عوض نمیکنیم جایش رو عوض کنیم 2a مینوس 4 میشود اگر b و 4 جاش رو عوض کنم و این رو من به دویم میمونم. چی میشود؟ a ضرب 2a مینوس 4 برابر است به c و این مدل رو باید کار کنم. اگر قوس ها رو کشم 2a کوادرات مینوس 4a و c رو به طرف چپ گیرم c برابر است به 9. اکنون این مدل کوادراتی شد. هر طرف رو به دو تقسیم کنم چی میشود؟ a کوادرات مینوس 2a مینوس 15. اکنون میتونیم با مدل کوادراتی یا اینکه با قوس ها اگر جدا کنیم این میشود 5 کره 3 مینوس 15 است و این رو ما اگر a مینوس 5 a جمع 3 نمیسیم برابر است به 9 و از اینجا a برابر 5 است و a برابر مینوس 3. البته که به ما a لازم نیست به ما x و y لازم است. a چی بود؟ ریشه x. ریشه x برابر است به 5 است ریشه x برابر است به مینوس 3. نیا کنیم ریشه x از ریشه وقتی که عدد رو میگیریم یکان وقت منفی شده نمیتونه برای این خطا است و جواب ما از اینجا اگر حتی را کوادرات بگیریم x برابر است به چی میشود؟
25. x رو یافتیم. اکنون ما میتونیم y رو هم یابیم، یا اینکه وقتی a رو یافتیم گفتیم 5 میتونه، اگر a 5 باشد b چند میشد؟ b 6. از اینجا گرفتیم b 6 میشود و ما میدونیم که ریشه y برابر است به 6 و y برابر است به 36 است. سنجش گذرانده میتونیم جای x و y این عدد ها اگر در یکمش مونم ریشه 25 10 مینوس 6 4 81 میشه، یا اینکه در دویمش اگر مونیم ریشه 25 ضرب 36 میشود چی میشود؟ 5 3 ریشه 3 میشود، در ضرب ریشه 3 که درست است.